امید و ایمان، این دو خیلی خیلی با هم فرق دارن. در مورد اینا میخوام صحبت کنم، چون که امید انسانها رو به سمت ما میاره. به خاطر امید داشتنشون به این بخش وارد میشن و به یک آینده بهتر امیدوار میشن. در یک قرعه کشی، یک ماشین، امید به یک مسافرت و یا یک برد شیرین و امیدوار به یک آینده بهتر برای فرزندانشون. امیدوارن که میتونن به خانواده هاشون رسیدگی کنن. سخت کار میکنن و تلاش میکنن. امیدوار به نوشتن یک حکایت پیروزمندانه هستن. این امیده. اما امید انسانها رو تا یه حدی جلو میبره. چون اگه امید از بین بره، انسانها عقب میکشن. و این مهمترین چیزیه که میتونین انجام بدین. یعنی امید رو باید به باور و ایمان تبدیل کنین. به شما بگم که ایمان چه چیزیه. ایمان دونستن توانایی هاتونه. ایمان دونستن اون چیزاییه که میخواین تحقق پیدا کنه. برای به حقیقت پیوستنش علاوه بر امیدوار بودن، حقیقت پیدا کردنش رو درک میکنین. به خاطر همین انسان‌ها وقتی شروع به باور میکنن، در واقع از حد و حدودش خارج شدن. وقتی میگم از حد و حدودش خارج شدن، منظورم اینه که از یک مبدأی عبور کردن و انقدر اعتماد به نفس قدرتمندی کسب کردن که دیگه تبدیل به باور شده. انجام اون کار رو باور کردن. پیروز شدنشون رو باور دارن. باور دارن که آیندهشون بهتر از گذشته خواهد بود. انسان‌ها وقتی به این باور میرسن، عقب نمیکشن. بعد از اینکه به اون باور میرسن، اصلاً کارو ول نمیکنن.